خداست که شب را برای شما مایه آرامش و آسایش قرار داد و روز را روشنایی بخشید. خداوند بر همه مردم فضل و کرم خیش را ارزانی کرده است، اما اکثر مردم شکرگزار نعمتهای الهی نیستند. این چنین است خدایی که پروردگار شماست. خالق همه چیز است و هیچ معبودی جز او نیست. پس چگونه شما را از حق منحرفتان می کنند؟ کسانی که آیات الهی را انکار می کنند از حقایق روی برگرداندند. این خداست که زمین را قرارگاه امن شما قرار داد و آسمان را برافراشت و به بهترین وجه شما را صورتگری کرد و از نعمتهای پاکیزه روزیتان داد. این چنین است خدایی که پروردگار شماست. با برکت است خدایی که پروردگار جهانیان است.